سلام دوستان، زانا هستم. تو این ویدیو در خدمت شما هستم با آموزش راه اندازی پنل های VPN در کلودفلر. بدون معطلی بریم سراغ آموزش، اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما ویدیو ما رو لایک کنید، کانال یوتیوب ما هم سابسکرایب کنید. مرسی از دوستانی که کانال ما رو به 1000 تایی رسوندن، واقعا دمتون گرم. خب معطل نکنیم، بریم سراغ اولین کاری که باید بکنیم اینه که از یه ایمیل فیک استفاده کنیم، یا اینکه یه اکانت کلاودفلر برای خودمون بسازیم. البته از یه ایمیل فیک استفاده کنیم. الان بهتون آموزش میدم چجوری یه ایمیل فیک برای خودتون بسازید. خب این آدرس سایت ها رو توی داخل کانال تلگرامی براتون میذارم. حتما وارد سایت که شدید create free account رو میزنید، منتظر میمونید تا بالا بیاد. خب اینجا ازتون اسم میخواد، اسمش رو میتونید هر چی بذارید، دوست دارید بذارید. من زانو میذارم، رسمیمم اسکیا گیم میذارم. سامبیتو بزنید. اینجا یه آدرس میخواد ازتون هر چی باشه، اما مثلا بعدش برای ایمیلتون انجام میشه. چجوری بگم، ساب دامین ایمیلتون هستین. خب من زانو گیم رو میزنم، سامیتو بزنید. خب داره میگرده ببینیم این اسم قبلا استفاده شده یا نه. فکر نکنم استفاده شده باشه. خب برای چی نشد، یه عددم بهش اضافه کنیم، دوباره بزنیم. اشکن روشن باشه حتما. خب اینجا ازتون پسورد میخواد. یه پسورد برای خودتون بسازی یا پسورد پیش‌فرض گوگل رو استفاده کنید. من از گوگل استفاده نمی کنم، من خودمو میذارم. اینجا هم همینطور سامیتو بزنید. الان خب اینا رو ببینید دوستان، اینا رو کپی کنید. حتما توی یه نوتپد حتما داشته باشیدش. دانلود رو میتونید بزنید، من دانلود میزنم، دانلود بشه. بعد اجازه میده وارد سایت بشیم. خب دانلود شد، سیو میزنم، ساین این رو بزنید. الان دیگه وارد پنل کاربری ایمیلتون شدید. خب بریم سراغ سایت کلاودفلر. آدرس سایت رو براتون میذارم، کلاودفلر رو بزنید. میخوایم با همین ایمیلی که ساختیم واردش بشیم. لاگین رو بزنید. لاگین رو که زدید وارد همین صفحه میشید. شما ساین اپ رو باید بزنید. اینجا ازتون ایمیل میخواد، ایمیل رو اینجا کپی میکنید. دوستان این آموزش با گوشی هم میشه، اینو یادم رفت. خب یه پسورد انتخاب کنید. خب بله ببینید دوستان، اینا رو توجه کنید. ازتون اعداد و اینا رو میخواد. ببینید میگه باید پسورد از این 8 تا کاراکتر باشه، یه دونه شماره توش باشه و از این ادسا اینا و اصلا فاصله نداشته باشه. خب اینو بزنید، این کار رو وریفای کنید، ساین اپ رو بزنید. خب ساین اپ رو که زدید اینجا میتونید سیو هم کنید، سیو بمونه.
اینجا اسکیپ رو بزنید، ما اینا رو لازم نداریم. خب تو قسمت manage account یا همون پروفایل، البته اول نگاه کنید که براتون ایمیل وریفای اومده باشه، وریفای کنید. دوباره وارد میشیم. دوباره وریفای بزنید. دوستان حتما ویدیو خوب نگاه کنید که سوالی داشتید یه سال نداشته باشید. نمیدونم خودم هم چی گفتم. خب تو قسمت پروفایل اینجا میخوایم یه API توکن بسازیم. خب شما یه create توکن رو میزنید. وقتی زدید اینجا get started رو بزنید. اینجا اسم دلخواه بزنیم، مثلا زد گیم یا همون مخفف زد گیم و یکی میذارم. اینجا باید 5 تا ادما رو بزنید، 3 4 5 و قسمت اینجا اکانت ستینگ رو بزنید. اکانت ستینگ، بله، ورکر اسکریپت رو میتونم سرچ هم کنید. بله این قسمت هم ادیت بذارید، ادیت، و اینجا ورکرز KV storage و این قسمت هم ادیت بذارید و قسمت D1 قسمت هم ادیت بذارید دوباره و قسمت آخری رو زون بذارید. این قسمت هم ورکرز روتس بذارید و ادیت. خب کار ما تموم شد. کنتینیو تو سامر رو میذاریم، کریت توکن رو میزنیم. این توکن رو حتما یادداشت کنید، حتما داشته باشید که به درد میخوره. این یه API توکن هستش دوستان. اینجا ایمیلتون هم کپی کنید قبلش. این API ماست، اینم ایمیلی که ما باهاش کار داریم. خب وقتی اینو زدید فقط میمونه این آیدی رباتی که توی تلگرام باید بزنید و کپی بزنید. بعد قبلش مطمئن باشید کلودفلرتون آماده است. وارد ورکر هم پیجز بشید. بله اینجا یوسیج رو ببینید، 100,000 تا. این در روز میتونید 6 گیگ ازش استفاده کنید. اکانت آیدی و ایمیلتون هم ببینید اینجاست، ساب دامینتون. خب بریم توی تلگرام و به این آدرس ربات تلگرامی استارت رو بزنید. اینجا ایجاد پنل جدید رو بزنید، تنظیمات حساب رو بزنید، افزودن اکانت با API توکن رو بزنید. اینجا ازتون API توکنی که ساخته بودیم مال کلودفلر بدید بهش. بله ببینین اینجا با موافقه اضافه شد، خودش بدون هیچ تنظیماتی اکانت ما رو اضافه کرد با آدرس ایمیلیمون. خب بازگشت رو بزنید، منو اصلی رو بزنید، ایجاد پنل رو بزنید با اون ایمیلی که زده بودید. خب ما اینجا میخوایم BPP، نووا و نهان و اج تونل رو بهتون
آموزش بدیم. خب اول BPV رو بزنید، منتظر بمونید تا ساخته بشه. وقتی ساخته شد اینجا URL ثابتون هم بهتون میده، UID و نام پنل و رمز ورود هم بهتون میده. میتونید اینو کپی کنید، وارد مدیریت پنل رو بزنید، پنل وب و اوپن رو بزنید. اگه براتون نیاورد یه 5 دقیقه منتظر بمونید تا ساخته بشه، چون این پنل BPV یکم زمان میخواد. منتظر میمونیم تا ساخته بشه. خب فعلا نیاورده، ما یه 2-3 دقیقه منتظر میمونیم. خب الان وارد شدیم، همون رمزی که بهتون داده رو کپی کنید، همون رو اینجا بزنید، چنج پسورد رو بزنید، سیو بزنید، اینجا همون پسوردی که کپی کرده بوده رو بزنید و قسمت کامان که کاری نداریم VLS اینجا پورتا رو همه رو فعال کنید دوستان تا براتون کار کنه. بعضی از پورتا روی اپراتورهای ایرانسل و همراه فیلترینگ شدید خوردن. اینجا میتونید از پروکسی آی پی استفاده کنید، مثلا آی پی تون رو عوض کنه. میتونید از اینجا پروکسی آی پی بردارید از کشورهای مختلف، ولی من از NAT استفاده میکنم. میتونید از هلند استفاده کنید، آمریکا. من از این آی پی استفاده میکنم. اینو اینجا جایگذاری میکنید و اپلای میزنید، گو میزنید و اینجا را ویداوت ستینگ رو میزنید، یا اینکه نرمال میتونید بزنید. ویتور انجی، محسا انجی و ویتور ان میتونید استفاده کنید. من اینو کپی میکنم، توی نوتپدم مینویسم BPV و اینو اینجا جایگذاری میکنم. این مال BPV. خب برگردیم روی تلگرام و من میخوام یه اکانت جدید بسازم. منوی اصلی رو بزنید، ایجاد پنل جدید رو بزنید، با همون ایمیلی که ساخته بودید. من میخوام نووا رو بسازم. چند لحظه صبر کنید. نووا پروکسی هم بدک نیست و میتونید ازش استفاده کنید. مدیریت پنل رو بزنید، وارد پنل وب بشید، همون رمزی که توی تلگرام بهتون داده رو دوباره همینجا بزنید، پسورد اینو بزنید، سیو و اینجا میتونید فارسی هم بذارید، اشتراکا، و اینجا میتونید همین کارین ویتور انجی FL کلاش هدیفای رو استفاده کنید. خب من اینجا میتونید اینو کپی کنید، دوباره نووا، اینجا میتونید هدیفای هم استفاده کنید، افزودن رو میزنید و خودش کپی میشه. این از نووا. برگردیم سراغ بقیه. منو اصلی بزنید، ایجاد پنل جدید و همون ایمیل دوباره و پروژه نهان. نصب انجام شد. دوباره مدیریت پنل وب، اوپن، همون رمزی که بهتون داده بود و کپی کنید، وارد اینجا کنید، ورود به سیستم و سیو بزنید. اینجا نقاط اتصال، وضعیت شبکه، تنظیمات پایه رو بزنید. اینجا میتونید کل پورتا رو تیک بزنید، همشون رو تیک بزنید، ذخیره تنظیمات رو بذارید، موفق. و اینکه اینجا درست رو میتونید افزودن کاربران بزنید، مدیریت کاربران. اینجا میتونید این VPN رو بفروشید، ولی من توصیه نمی کنم بفروشیدش، چون
شما فقط میتونید روزی 6 گیگ استفاده کنید و دوباره خودش از ساعت 12 به بعد یا 3 و نیم شب دوباره چیز میشه، اتوماتیک دوباره 6 گیگ دیگه شارژ میشه و اصلا برای فروش مناسب نیست. خب اینجا میتونید افزودن کاربر رو بزنید، نام کاربرش رو استفاده کنید. محدودیت روزانه مثلا اگه میخواد نامحدود بذارید خالی بذارید. من مثلا 6 گیگ ازم میخوام استفاده کنه و پورتایی که میخواد رو براش فعال کنید، ولی من نمیخوام. اینجا نقاط اتصال میزنید، اینجا اینو کپی میکنید، این ساب ویتوره نهانه، اینم کپی میکنیم، اینا رو کار داریم. بعدا این از نهان و برمیگردم میخوام اج رو بسازم. دوستان این برای کسانی بود که از کلودفلر هیچی سردم نمی آوردن و مراحل گیر میکردن یا سایت کلودفلر براشون بالا نمی اومد، فقط نیاز به یه ایمیل و API توکن کلودفلرتون هست، دیگه نمیخواد وارد کلودفلر بشید. خب اینجا دوباره مدیریت پنل رو بزنید، پنل وب رو بزنید، وارد بشید، رمز رو کپی کنید، وارد کنید. اینجا اگر اولین بار وارد میشید سایتش چینی هستش، زبونش رو تغییر بدید به انگلیسی. اینجا سابسکریپشن اج تونل هم کپی کنید، اینم از اج. یه کار خاصی نداریم. VPN هم رو خاموش میکنم، دونه بدون اینا رو وارد ویتوره کنید. اینجا BPB رو کپی میکنم، اینجا آپدیت سابسکریپشن رو بزنید، منتظر بمونید تا وارد بشه. تا وارد میشن اینو هم دوباره وارد کنم. حالا نهان رو وارد میکنم. اگه نگاه کنیم ببینید اینجا 3 تا سابسکریپشن رو وارد کردم، دوباره وارد میکنم. آپدیت کارنت سابسکریپشن رو برای همشون بزنید، منتظر بمونید اینا تموم بشن. مال من همشون وارد شدن. اینجا ببینید پی تست پینگ هم بگیرید حتما. اینجا میتونید تست پینگ بگیرید، اینجا دیل بزنید، اینجا سلکتیو رو بزنید، مال اج تونل هستش. و اینکه بریم برای آموزش IP چکر یا همون ساخت IP کلودفلر، IP تمیز. من یه از برنامه بالا میارم و بهتون آموزش میدم. و من نتورک چکر رو بالا آوردم. برای نصبشم وارد گوگل میشین، نتورک چکر رو سرچ میکنین و توی گیت هابشون وارد میشین. قسمت ریلیز هم برای اندروید و سیستم عامل ویندوز و بقیهشون وجود داره، میتونید نصبش کنید. اینجا اسست میبینید، اینجا بر اساس گوشیتون نصبش کنید. V8AA هسته، ARM 64 و اینجا RDNA ویندوز رو نصب میکنید که فایل زیپش هم هستش. من از قبل نصبش کردم، حتما توجه کنید ویندوز فیتشکنتون خاموش باشه. وارد قسمت اج میشید و اینجا لود CFIPS رو میزنید، اسکن رو میزنید و منتظر میمونید بهترین IPI که بر اساس گوشیتون هستش و اپراتورتون براتون اسکن کنه. بعد منتظر بمونید و اونایی که پینگ پایین تری دارن رو بردارید. من ویدیو رو پاوز میکنم تا برام بهترین IPI رو پیدا کنه. خب داره اسکن میکنه. به فرض مثال من الان این پینگای بد رو بهم داده چون اینترنت هم به 3-4 نفر وصله. جا میتونید کپی رو بزنید، جا استاپ رو میزنید، اینجا وارد VLS میشید، بخش VLS اینجا IPI رو وارد میکنید. اینجا هم یه دونه
کانفیگ وارد میکنید. کانفیگ رو از کجا میارید؟ یه دونه از این رو کنترل F میزنید و اینجا این قسمت پایین کنترل A و کنترل C و وارد برنامه میکنید و جنریت کانفیگ رو میزنید. اینجا براتون کانفیگ رو میسازه و میتونید وارد ویتوره کنید. من یه دونه بسازم مثلا برای مثال. اینجا میتونید وارد کنید. تست پینگ هم میتونید بگید. بهتونم گفتم که پینگم خیلی بد بود. اینجا ست سیستم پروکسی و روتینگ ورژن 4 گلوبال بذارید حتما ببینید الان بهم پینگ نمیده چون پورتون هم به 4 نفر وصله به کامپیوتر و بقیه نفران. و اینجا میتونید تست پینگ هم بگیرید. من برنامه نیاز ندارم. این پروژه اج تونل هستش. اینجا میتونید استفاده کنید. این نهان بود. نه بله این نووا هستش. این هم بی پی بی میتونید استفاده کنید. تست پینگ بگیرید، دیلو بزنید، بهترینشون براتون بالا بیاد. تست پینگ بگیرید و صدا اکتیو رو بزنید. این پروژه نووا هستش. یوتیوب رو سرچ کنید. ببینید به همین راحتی برای من باز میشه. میتونید بقیه دیگه سابسکریپشن ها رو هم تست کنید خودتون. این بود ویدیو آموزش امروز ما. هم بهتون یاد دادن چجوری برای خودتون پروژه نووا، نهان و بی 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 و اجتونو رو بالا بیاری بدون هیچ نیاز دانشی، فنی و حرفه‌ای، بدون نیاز به اکانت کلاودفلر. فقط ما ثبت نام کردیم و دیگه وارد بقیه مراحل سختش نشدیم. بدون اینکه ورک پیجی اینا رو وارد بشیم ما تونستیم این پنل های کلاودفلر رو بسازیم. خب آی پی اسکنر هم بهتون یاد دادم تو این ویدیو. خودتون میتونید بهترین آی پی های تمیز رو اسکن کنید و وارد ویتوره خودتون بر اساس نیازتون وارد یا ایمپورت کنید. این بود ویدیو آموزشی ما دوستان. قبل از اینکه ویدیو رد کنید حتما ویدیو لایک کنید. اگه خوشتون اومد برای دوستان خودتون هم بفرستید. چنل ما هم سابسکرایب کنید، چه تلگرام چه یوتیوب. ممنون میشم. این تنها انگیزه که میتونید به من بدید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم.